رزمنده شناخته تاجیک موین غفوروف معروف با لقب موین تاجیک روز 14 اکتبر سال 2022 در نبرد اساسی مسابقات لیگ LFA در وزن عظم سبک 61 کیلوگرم در ورزشگاه سنفورد پنتاگون در شهر سوی فولز ایالات داکوتای جنوبی امریکا رقیبش از برزیلیا دیگو سیلوا را شکست داد و صاحب نه فقط کمربند چمپیون این لیگ گردید بلکه امکان پیوستن به UFC لیگ از همه معتبر جنگ‌های بدون قاعده را به دست آورد. موین در رقابت با دیگو سیلوا از اول خیلی با باوری نبرد میکرد و در آغاز دور سوم رقابت در دقیقه 4 توانست با یک ضربه سخت با پشت پایش رقیب خود را به نکاوت فرستاد. دیگو سیلوا در پی این ضربه بروی فرش میدان افتید و دو پایش به قبل از هوا آمد. همین ضربه تقدیر بازی را به نفع ورزشگر تاجیک حل کرد. به مراسم اعلان غالب موین تاجیک فوتبالکا با عکس پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان را پوشیده به میدان برآمد. وقتی که به میان او کمربند چمپیونی را میبستند موین از غایه هیجان بروی فرش نشسته گریست. پیروزی در این نبرد به ورزشگر تاجیک نه فقط کمربند چمپیونی در LFA آورد بلکه راهش را برای دریافت راحت به UFC هم می‌گشاید. LFA بعد UFC از لحاظ اعتبار در جهان محاربه‌های بدون قاعده در جای دوم می‌ایستد و قهرمانان LFA معمولاً با لیگ UFC هم قرارداد بسته به آن می‌گذرند. اکنون موین تاجیک می‌تواند دومین رزمنده از تاجیکستان در لیگ UFC شود. ماه سپتامبر نورالله علیف نخستین نماینده تاجیکستان شد که با دان اوید رهبر UFC قرارداد بست.